ما تو زندگی اجتماعی خانواده داریم، پدر و مادر هست، خویشاوند داریم، همسایه داریم، بعد دوستی، همشهریه، کسی مریضه، بیمار، مشکل داره، بیوه زنه، یتیمه، اینا همه هستن. اینا در اولویت برنامه هامون قرار بدیم. متاسفانه امروزه مسلمان ها دستخوش چه شدن؟ بعضی وقتا شنیده میشه فلان خانواده، فلان جوان، فلان مرد، فلان زن اومده به تقلید و تبعیت از بیگانگان سگ رو تو خونش پرورش میده. سگ پرورش میده، براش هزینه میکنه، خرج میکنه، دکتر میبره، نمیدونم برای بهداشتش آمپول و واکسن و فلان و غذا و مسائل گوناگون. انسان مؤمن و مسلمونی که این همه راه ها برای خرید بهشت داره، ما چند نفر تو جامعهمون و روستامون رفتیم بیمار، یتیم، فقیر، بیوه زن، مسکین تحت تکفل سرپرستیمون قرار دادیم. چقدر زیباست حال و هوای تکفل بچه های یتیم، بیوه زن ها، مساکین که پیغمبر علیه السلام فرمودن انا و کافل الیتیم فی الجنة که هاتین. من و کافل یعنی کسی که سرپرستی بچه یتیم بکنه در روز قیامت این گونه با همین، با پیغمبر علیه السلام کجا؟ تو بهشت. چگونه انسان مومن بیاد وقت خودش، مال خودش رو صرف پرورش سگ بکنه که پیغمبر علیه السلام فرمودن هر کسی سگ رو تو خونه نگهداری بکنه هر روز یک قیراط از اجر و ثوابش کم میشه. یک قیراط. ما کجا این همه ثواب داریم که روزی یک قیراط از ثواب همون کم بشه؟ در مورد سرپرستی بیوه زن و مسکین میفرمایند کسی که سرپرستی بیوه زن و نمیدونم مسکینی به عهده بگیره مانند کسی است که شبها در طول شب نماز میخونه و روزها داره روزه میگیره و در روایتی انگار در راه خدا داره جهاد میکنه. چگونه انسان مومن این اولویت ها رو فراموش بکند به یه سری مسائل مزخرفی بپردازد؟